5 اشتباهی که نمیذاره تو سیکس پک داشته باشی. شماره 1. فقط تمرین شکم میکنی. اگه فکر میکنی با کرانچ و دراز نشست قرار چربی شکمت آب بشه، متاسفم رفیق، اشتباه گرفتی. بدن چربی رو نقطه‌ای نمیسوزونه. یعنی اگه فقط شکم تمرین بدی، چربی اون قسمت جدا از بقیه بدن نمیسوزه. راهش اینه، کل بدن رو تمرین بده. تمرین قدرتی، تمرین تمام بدن، یکم کاردیو. اون موقع است که چربی میره پایین و شکم کم کم معلوم میشه. شماره 2، رژیمت غلطه. یه جمله طلایی هست، سیکس پک توی باشگاه ساخته نمیشه، تو آشپزخونه ساخته میشه. اگه هنوز فست فود میخوری، نوشابه داری یا کالری زیادی مصرف میکنی، هیچ تمرینی کمکت نمیکنه. بدنت سیکس پک داره ولی زیر چربی قایمه. باید یه کالری منفی ایجاد کنی. پروتئین بیشتر، قند کمتر، خواب درست. همین ساده ترین چیزیه که خیلی‌ها رعایت نمیکنن. شماره 3، تمرین ها درست نیست. دراز نشست و کرانچ فقط یه بخش کوچیکی از تمرین شکمن. خیلی‌ها فقط از جلو تمرین میدن ولی عضلات مورب و زیر شکم رو فراموش میکنن. باید تمرینات متنوع بزنی. پلانک، لگ ریز، ماونتن کلایمبر، روسین تویست. این حرکات کل هسته بدن رو درگیر میکنن و باعث میشن عضلاتت فرم بگیرن، نه فقط خسته شن. شماره 4، صبر نداری. یه چیزی بگم واقعا مهمه. سیکس پک توی 2 هفته ساخته نمیشه. اشتباه نگرفتی. بدنت نیاز داره چربی بسوزونه، عضله بسازه، فرم بگیره. برای بعضیا 3 ماه طول میکشه، برای بعضیا بیشتر. ولی اگه وسط راه ول کنی هیچ وقت نمیرسی. و اشتباه شماره 5، فقط دنبال ظاهر سیکس پکی نباش. یعنی چی؟ یعنی خیلی‌ها فقط دنبال خط و فرم سیکس پکن، ولی اصل ماجرا قدرت مرکزی بدنه. اگه این 5 تا رو رعایت کنی، به مرور زمان سیکس پکت خودش میاد بیرون، بدون استرس، بدون ناامیدی. اگه ویدیو به دردت خورد لایک کن، سابسکرایب یادت نره و تو کامنت بنویس تو کدوم اشتباهو تو الان انجام میدادی. میبینم تو ویدیوی بعدی.